سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 50 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتابی Basic English Grammar by Betty Azar. برای نفرانی که نو به کانال ما پیوستند، ما در کانالمان زبان انگلیسی را آسان و رایگان می‌آموزانیم و اگر شما نیز زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموختن می‌خواهید، پس به کانال abone شوید و نوارها لایک گذارید. فکرهای خود را درباره درس‌ها در شرح‌ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس‌های نو زنگوله را زیر کنید. این نوار را یک روز پیش از عید قربان آماده داریم. اگر خدا بخواهد تا پگاه آماده کرده در کانال می‌گذاریم. پگاه عید قربان است. از این رو یک شما رو با این عید تبریک گفته به همه شما حیات پربرکت و ذهن قوی در آموزش زبان انگلیسی تمنا دارم. بار دیگر عیدتون مبارک باشد دوستان عزیز. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز درس امروزه همان چنین است: Love is putting someone else's need before yours. From movie Frozen. عشق یعنی نیازهای دیگری را از نیازهای خود بالاتر دانستن. از فیلم تصویری قلب یخین. و آمدیم به قسمتی What to watch یعنی چی تماشا کنیم و فیلم تصویری که امروز ما با شما توصیه میدهیم این فیلم تصویری Frozen می باشد. سال برآمدش سال 2013 می باشد. مقدار دقیقه هایش 102 دقیقه. سویه زبان انگلیسیش باشد A2 B1 می باشد و اگر گویید که از کجا تماشا کنیم در دلخواه براوزر نام فیلم تصویری را می نویسید، بعد از آن watch می نویسید. اگر خواهید که با زیرنویس پیدا نماید with subtitles می نویسید و در آنجا می براید و در آمده تماشا کرده می توانید. چخیلی که میدونید ما در chapter 6 یعنی باب ششم کتاب قرار داریم و موضوع باب ششم کتاب nouns and pronouns می باشد یعنی اسم ها و جانشین ها و امروز ما موضوع سوم این باب را به شما میفهمونیم. درس 50 موضوع درس امروزه ما subject pronouns and object pronouns می باشد. ما pronouns ها رو یعنی جانشین ها رو در درس های قبلی گذاشتیم و در این درس باشد چی بودن subject pronouns و object pronouns رو به شما میفهمونیم. در پایان یک تا مثال آورده ایم: I like Rustam. I know him well. من رستم رو نغز میبینم. من او را خوب میشناسم. در جمله یکم این subject pronoun می باشد. در جمله دوم باشد این کلمه object pronouns می باشد. و چی بودن اینها رو در موضوع امروزه به شما خوبتر میفهمونیم. بگذاریم به موضوع امروزه. چخیلی که گفتیم موضوع امروزه ما subject pronouns and object pronouns می باشد. ما pronouns ها رو یعنی جانشین ها رو در درس های قبلی گذاشتیم. در ستون یکم کلمه هایی که با سیاه بلند اشاره شدن اینها pronouns می باشد. در درس امروزه ما می آموزیم که ما رو، تو رو، وی رو، او رو، ما رو، شما رو، آنها رو گوییم و ستون یکم را می خونیم. کلمه هایی که اشاره شدن گفتیم که subject pronouns می باشد. I speak English. من انگلیسی گپ میزنم. You speak English. تو انگلیسی گپ میزنی. She speaks English. وی زن انگلیسی گپ میزند. He speaks English. وی مرد انگلیسی گپ میزند. It starts at 8. در ساعت 8 آغاز می شود. این We speak English. ما انگلیسی گپ میزنیم. You speak English. شما انگلیسی گپ میزنید. They speak English. آنها انگلیسی گپ میزنند. در ستون دوم باشد object pronouns ها آورده شدن. کلمه هایی که با سیاه بلند اشاره شدن اینها object pronouns می باشد و ترجمه شون می می شود. ما رو you می شود. تو رو her می شود. وی زن رو him می شود. وی مرد رو it می شود. وی رو اشیاء یا حیوان رو us می شود. ما رو you می شود. شما رو them می شود. آنها رو. جمله ها رو با ترجمه هایشون می خونیم. Bob knows me. Bob ما رو میشناسد. Bob knows you. Bob تو رو میشناسد. Bob knows her. Bob وی زن رو میشناسد. Bob knows him. Bob وی مرد رو میشناسد. Bob knows it. Bob وی رو میشناسد. Bob talks to us. Bob با ما گپ میزند. Bob talks to you. Bob با شما گپ میزند. Bob talks to them. Bob با آنها گپ میزند. در اینجا subject ها آورده شدند یعنی subject pronouns ها آورده شدند. در اینجا باشد object pronouns ها آورده شدند. عادتا subject pronouns ها در اول جمله می آیند و object pronouns ها باشد در آخر جمله. مثال های دیگر را می خوانیم. I know Tony. من تونی را می دانم و یا می شناسم. He is a friendly person. وی شخصی مهربان است. مثالی را می خوانیم.
I like Tony. من تونی رو نقص میبینم. I know him well. من او رو خیلی خوب میشناسم. میدونم. مثال آخران رو میخونیم. I have a red book. من کتاب سرخ دارم. It is on my desk. وای در بالای میز من است. A pronoun has the same meaning as a noun. جانشین و اسم یک معنی رو دارند. In Q در مثال Q he has the same meaning as Tony. در مثال Q کلمه he و Tony یک معنی رو دارند. یعنی یک شخص رو ifade میکنند. یعنی درباره یک شخص گپ رفته ایستاده است. In R him has the same meaning as Tony. در مثال R باشد کلمه him و Tony هم یک معنی رو دارند. یعنی درباره یک نفر گپ رفته ایستاده است. در یک جمله نامش رو استفاده بردیم، در جمله دیگر باشد با جایش جانشین استفاده بردیم. In grammar در گراماتیکا we say that a pronoun refers to a noun. در گراماتیکا ما میگوییم که جانشین اسم رو ifade میکند، اشاره میکند. The pronouns he and him refers to the noun Tony. جانشین های he و him، وای و وای رو با تونی اشاره میکند. یعنی با جای کلمه تونی اینها رو استفاده بردیم. Sometimes a pronoun refers to a noun phrase. بعضا جانشین یک عباره رو ifade میکند، اشاره میکند. In S در مثال S it refers to the whole phrase a red book. در مثال S کلمه ایت که در جمله دوم آمده است یک عباره رو اشاره میکنند، با یک عباره اشاره میکنند. یعنی a red book کتاب سرخ. در جمله دوم با جای کتاب سرخ یعنی با جای a red book ما از جانشین it استفاده بردیم. برای خوبتر فهمیدن این موضوع مشق رو اجرا میکنیم. میگذاریم به صفحه های دیگر. Exercise 8 مشق 8. Complete the sentences. جمله ها رو پر نمایید. Use pronouns. از جانشین ها استفاده برید. هم جانشینی subject pronouns هم object pronouns. جمله ها رو دیده جانشین موافق آورده باید گذاریم. مثال یکم رو خود کتاب اجرا کرده است. مثال رو میخونیم. John loves Mary. He loves her very much. جانی مری را نقص میبیند. وی او را خیلی دوست میدارد. در اینجا کلمه جان subject می باشد. از این رو در جمله دوم با جای آن subject pronoun آوردیم. یعنی کلمه he pronoun he. در کلمه مری باشد این object می باشد. یعنی پرکننده فعل می باشد. از این رو ما با جای وی object pronoun her آوردیم. جمله دوم را می خونیم. Mary loves John. مری جان را نقص می بیند. در اینجا کلمه مری subject هست، کلمه جان باشد object هست. از این رو جمله دوم ما می شود She loves him very much. She loves him very much. She subject pronouns هست و him باشد object pronoun. وی یعنی مری جان رو او رو خیلی زیاد نقص می بیند. Mary and John love their daughter. مری و جان دخترشون انا رو نقص می بینند. در اینجا مری و جان دو نفر هست. از این رو ما subject pronoun they استفاده میبریم. آنها their daughter او رو نقص میبینند باید میگویم که her. They love her very much. آنها او رو خیلی زیاد نقص میبینند. جمله چهارم را میخونیم. Mary and John love their son. مری و جان پسرشون تام رو نقص میبینند. این هم با جمله بلوگی مانند هست. با جای مری and Tom they میمونیم چون که این سابجکت جمله می باشد و با جای their son Tom him میمونیم. آنها او رو، آنها یعنی مری و جان، او رو یعنی پسرشان توم رو love very much. They love him very much. و آنها او رو خیلی زیاد نقص میبینند. جمله پنجم. Tom loves his little sister Anna. تام خواهر خردیش انا را نقص میبیند. در جمله دوم باشد با جای تام he می نویسیم و با جای his little sister her استفاده میبریم. این سابجکت جمله بود و این قسم object جمله. He loves her very much. وی او را خیلی زیاد نقص میبیند. Mary loves her children. مری کودکایش رو دوست میدارد. با جای مری در جمله دوم she میاریم و با جای
her children them. او یعنی مری آنها را خیلی زیاد دوست می‌دارد. در جمله دیگر هم با جمله بالا مانند است. John loves his children. John اینجا subject می باشد و his children باشد object می باشد. از این رو با جای John he می استفاده می‌بریم، با جای his children them. He loves them very much. وای آنها را خیلی زیاد نقص می‌بیند. جمله آخران Mary and John love Tom and Anna. مری و جان تام و انا را دوست می‌دارند. مری و جان این سابجکت جمله می باشد، تام و انا باشد object جمله می باشد. در اینجا در شکل جمع آمده است هر دویش. از این رو با جای مری و جان کلمه they استفاده می‌بریم، با جای تام و انا باشد them. آنها یعنی مری و جان آنها را یعنی تام و انا را خیلی زیاد دوست می‌دارند. بگذاریم به مشق دیگر. Exercise 9 مشق نهم Complete the sentences use pronouns. جمله ها را پورا نمایید، از جانشین ها استفاده برید. این مشق هم مثل مشق قبلی است. در جایهای خالی باید جانشین موافق انتخاب کرده گذاریم. مثال یکم را خود کتاب اجرا کرده است. مثال را میخونیم. Rita has a book. ریتا یک کتاب دارد. She bought it last week. وی او را هفته گذشته خرید. با جای کلمه ریتا she آوردند، با جای a book با جای کتاب it آوردند. مثال دوم را میخونیم. I know the new students. من طلبه های نو را میدانم. But Tony doesn't know them yet. اما تونی آنها را هنوز نمیداند. با جای new students طلبه های نو کلمه them آورد. آنها را نمیداند. مثال دیگر را میخونیم. I wrote a letter. من مکتوب نوشتم. But I can't send it because I don't have a stamp. من مکتوب نوشتم اما من آن را یعنی مکتوب را روان کردن نمیتوانم چون که من مهر ندارم. مثال دیگر را میخونیم. Tom is in Canada. تام در کانادا است. با جای تام he میاریم چون که مرد است. He is studying at a university. وی در دانشگاه تحصیل کرده ایستاده است. تام این سابجکت جمله بود. با جای سابجکت ما سابجکت پروناون he آوردیم. مثال دیگر رو میخونیم. Bill lives in my dorm. بیل در خوابگاه من زندگی میکند. I eat breakfast with. من خوراک نهاری را با او میخورم. I eat breakfast with him every morning. من خوراک نهاری را هر سحر با او میخورم. جمله دیگر. Anne is my neighbor. Anne همسایه من است. I talk to Anne این زن هست میشود her. I talk to her every day. من با او هر روز گپ میزنم. در اینجا باید سابجکت جمله را مانیم. در بالای وی زن گپ زنیم میشود she and I. وی و من have interesting conversation. وی و من صحبت جالب داریم. صحبت های جالب داریم. مثال دیگر را میخونیم. I have 2 pictures on my bedroom wall. من در دیوار اتاق خوابم 2 تا رسم دارم. I like object جمله را باید مانیم میشود them. I like them. من آنها را نقض میبینم. یعنی 2 رسمی که در حجره خوابم است، در دیوار حجره خوابم است. و در اینجا باشد همچون subject باید بیاید و میشود they are beautiful. آنها زیبا هستند. جمله دیگر را میخوانیم. Anne and I have a dinner invitation. Anne و من دعوت خوراک شام داریم. Mr. and Mrs. Brown want. کی را میخواهد؟ ما را میخواهد. از این رو باید us مانیم. Mr. and Mrs. Brown want us to come to dinner at their house. جناب و خانم براون از ما میخواهند یعنی ما را میخواهند که در خوراک شام با آنها بیاییم. Judy has a new car. جودی ماشین نو دارد و در اینجا باید با جای کار کلمه دیگر مانیم میشود it is a Toyota. وی تویوتا است. جمله آخران. My husband and I have a new car. همسرم و من ماشین نو داریم و در اینجا با جای همسرم و من کلمه نو باید مانیم میشود we got
ба ҷои мошин бошад, a new car бошад, it мемонем. We got it last month. мо онро моҳи гузашта гирифтем ва ё ба даст овардем ва ё харидем. Exercise 10. Машқи даҳум. Дар ин машқ баъзе саволҳо ҳаст ва баъзе қисмати он саволҳо нопурра аст. Мо бояд намунаро хонда он савол қисми нопурраи он саволҳоро пурра намоем. Мисолҳоро мехонем. Do you send emails? оё ту мактуб мефиристӣ? Имейл мефиристӣ? No, I don't. Не, намефиристам. Аз дигар кас мепурсем. Do you send emails? оё ту мактуб мефиристӣ? Имейл мефиристӣ? Yes, I do. бале мефиристам. When do you send them? онҳоро кай мефиристӣ? ба ҷои калимаи emails, them онҳоро истифода бурд. I send them in the evenings. ман бегоҳиҳо онҳоро равон мекунам. дар ин ҷо ҳам ба ҷои калимаи emails, them истифода бурд. ва мо бояд дар ҷумлаҳои поён ҳам ба ҷои калимаҳои дар саволи якум буда аз object pronounsҳо истифода барем. Do you do your homework? вазифаи хонагиятро мекунӣ? ва мо дар ҷумлаи дуюм бояд гӯем ки онро кай мекунӣ. When do you do it? онро кай мекунӣ? ҷумлаи дигар. Do you visit friends? оё бо ҳамсинфонатро оё дӯстонатро вомехӯрӣ? ва дар савол бояд гӯем ки when do you visit them? онҳоро кай вомехӯрӣ? кай мебинӣ? ҷумлаи сеюм. Do you read newspaper or magazine? рӯзнома ва ё маҷалла мехонӣ? When do you read them? онҳоро кай мехонӣ? ҷумлаи чорум. Do you talk to name of female classmate? масалан зуҳро. Do you talk to зуҳро? When do you talk to? аз сабабе ки зуҳро зан ҳаст. To her. When do you talk to her? бо ӯ кай гап мезанӣ? мисоли панҷум. Do you watch TV? оё телевизор тамошо мекунӣ? When do you watch it? ба ҷои TV it истифода бурдем. кай тамошо мекунӣ? онро кай тамошо мекунӣ? Do you buy groceries? оё харид мекунӣ аз мағоза? When do you buy them? онҳоро кай мехарӣ? ба ҷои groceries лавозимоти ки аз мағоза мехарем, ба ҷои он them истифода бурдем. Do you wear boots? пойафзол мепӯшӣ? оё пойафзол мепӯшӣ? When do you wear them? онҳоро кай мепӯшӣ? ба ҷои калимаи boots them истифода бурдем. Do you use a computer? оё аз компютер истифода мебарӣ? When do you use it? аз он кай истифода мебарӣ? онро кай истифода мебарӣ? ба ҷои калимаи компютер it истифода бурдем. мегузарем ба саҳифаи дигар. Exercise 11. машқи 11. Complete the sentences, use pronouns. ҷумлаҳоро пурра намоед, аз ҷоншинҳо истифода баред. ин ҳам мисли машқҳои қаблӣ аст. мисоли якумро худи китоб иҷро кардааст. A мепурсад Do you know Kate and Jim? оё Kate ва Jimро мешиносӣ? Yes, I do. бале, ман мешиносам. I live near them. ман дар наздикии онҳо, яъне дар наздикии Kate ва Jim зиндагӣ мекунам. мисоли дуюмро мехонем. A мепурсад Is the chemical formula of water H3O? оё формулаи химиявии об H3O ҳаст? No, it isn't. не, чунин нест. It is H2O. вай H2O мебошад. мисоли дигарро мехонем. Would Judy and you like to come to the movie with us? оё Judy ва ту бо мо ба филм омадан мехоҳед? Yes, we would. бале, мехоҳем. Judy and I. Judy ва ман would enjoy going to the movie with you. бо шумо. Judy ва ман аз ин ки бо шумо ба филм меравем лаззат мебарем. мисоли чорум. A мепурсад Do Mr. and Mrs. Kelly live in the city? оё мистер ҷаноб ва хонуми Келли дар шаҳр зиндагӣ мекунанд? No, ду нафара ҳастанд? мегӯем they. No, they don't. не, чунин нест. яъне не зиндагӣ намекунанд. ва ду нафар ҳастанд? аз ин рӯ they live in suburb. I visit онҳоро гӯем I visit them last month. ман онҳоро моҳи гузашта ба дидорашон рафтам. мисоли панҷум. Do you know how to spell
میسیسیپی. آیا میدونی که میسیسیپی چگونه املا میشود، چگونه خوانده میشود؟ یعنی sure I can spell it، یعنی به جای کلمه میسیسیپی it استفاده برد. من آن را املا کرده میتوانم. باز به جای کلمه میسیسیپی it استفاده میبریم. on it is easy to spell. املایش آسان است. جمله آخران is Paul Cook in your class. آیا پاول کوک در صنف شما هست؟ yes به جای پاول استفاده میبریم he. yes he is، بله هست. I sit next to Paul این نام پسر هست و ما باید بگیم که من در بر او میشینم. میشود I sit next to him. من در بر او مینشینم. new words کلمه های نو. pronouns جانشین I من، she او زن، he او مرد، it وی حیوان و یا اشیا، we ما، you شما، they آنها، me مرا، her او را زن، him او را مرد، it وی را اشیا و یا حیوان، us ما را، you شما را، them آنها را، refer to ifاده کردن و یا اشاره کردن، daughter دختر، son پسر، magazine مجله، stamp مهر، invitation دعوتنامه. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید و وظیفه‌ای که بعد از این درس ما با شما می‌دهیم: یکم مشق‌های کتاب رو به دفترتون نویسید. از مشق 8 تا مشق 11 باب 6 کتاب رو به دفترتون نویسید. دوم با موضوع امروزه 15 جمله نویسید. سوم کلمه‌های نو را از یاد کنید و در جمله سازی استفاده نمایید. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. لطفاً اگر به کانال ابونه نشده باشید ابونه شوید و نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتون روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.